هیچ وقت به این 5 نفر در زندگیت اعتماد نکن. 1. کسی که از همه غیبت میکنه. اگر جلوی تو پشت دیگران حرف میزنه، مطمئن باش پشت سرت هم همین کارو میکنه. 2. کسی که همیشه نقش قربانی رو بازی میکنه. این افراد مسئولیت اشتباهات خودشون رو قبول نمیکنن و همیشه دیگران رو مقصر میدونن. 3. کسی که فقط وقت نیازش پیداش میشه. اونها فقط وقتی باهات خوبن که بهت احتیاج دارن، نه برای خودت، برای منافع خودشون. 4. کسی که راز دیگران رو برای تعریف میکنه. شاید جالب باشه ولی بدون فردا رازهای تو رو هم برای یکی دیگه بازگو میکنه. 5. کسی که همیشه در حال رقابت ناسالمه. اونها نمیخوان تو رشد کنی، فقط میخوان جلوتر ازت باشن، حتی به قیمت پایین کشیدنت. اگه میخوای توی زندگی موفق باشی، قدم بعدی رو دنبال کن.